بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا خداوند تنجی و امانی کند دنیا را، نگهدار باشه جمیع جمله مؤمنه و مسلمانا را، شفای کامل بده بیمارا را و سق سلامت سبک کنه زنای حامله داره، ای قرض خلاص کنه همه قرض دارا را، ای غریبی بیاره بچه ها را و خرسنگ کنه آچه ها را، توفیق بده کلینا را که خشرو نگه کنن خشتومنا را، کم بگن دروغا را و کم کنن تلفونا را، زیغ نکنن بچه ها را و دولینی نکنن آچه ها را، بچه دار کنه کلینا را، بختی سفید بده دخترا را، انصاف بده دخترا را که پستر کنه کو بنکه ها را، ای خدا بترسن دیار نیارن بجلکای پاها را، بچه ها می روند روسیه و فیراد میکنن آچه ها را که عروس بگیره بیای بی ما را، آچه ها می برن عروسا را و در روسیه توی میکنن بچه ها را، دیگه مهر نموند از بین اکا و دادر اپا و خواهرها را، خدا برکت بده پوتینی ارسا را که نفقه کرده است مسفید کمپیری تاجیکا را، زندگی میکنن در تاجیکستان میگیرن روبل روسا را، نفقه میگیرن و زیارت میرون خونه خدا را، خدا داده است بچه ها را که بی پیشونه میبرن زنا و گولکا را، خدا زده است خسرا و خشتومنا را که در خونه میشینن میبرن ای کارا، خسرا میروان آغلا را و نگه میکنن گاوا را، خشتومنا میروان حولیا را و میجوشن گاوا را، تا مردن منوانی میکنیم خونه بچه ها را، خدایا خداوندا ساق سلامت بیاره بچه ها را، اللهم اجعل دیننا و دین نبینا و ایماننا ایمان المؤمنین و اسلامنا اسلام المسلمین و صلاتنا صلاة الخاشعین و رکوعنا رکوع المتواضعین و سجودنا سجود الخائفین و تشهدنا تشهد الملائکة المقربین و نیاتنا نیات الفائزین و اعمالنا اعمال الصالحین و ذنوبنا ذنوب المستغفرین فالله خیر حافظا و او ارحم الراحمین برحمتك یا ارحم الراحمین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران گرامی، این با باید لوار اومده مهمون شده هجومش کردیم. چخلی با باید لوار ساده سلامتیت خوبه؟ چه خیز که سخته؟ اوشین چخله؟ ماشاءالله بهترین خونت برا اومده است. یکم برای میگیری. این برادران گرامی چخلی که میبینه یکم برای میگیره خومش به حد خوب خوشو برآمده است با کانتا سیاه چوب مقصد غش دیگه این چی پشتون را کشیده داره چی دردی پشت داره چی مقصد وزبینی خستگی ای پشتی نمی حسابی نمی خونی غیج یکو میتونه بیا انشالله مترو تیوپیستان در خدمت چهار متر. السلام علیکم و رحمت الله. این حضرت یاد سخن کنه با میکشیمش. بهترین کار خیر این سنت پیغمبر وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی که گفت من کرد فایده بنده اجازه داد که بکنین این کارم ایرم فایده بنده های وقتی که پیغمبر اجازه داد ایرا ما بکنیم انشاءالله بهترینه برای سلامتی خداوند کریم گفتگیه که سلامتیتون احتیاط کردنش فرضه. این فرض امر الله های برای همین وقتی پیغمبر گفتگیه که حجامه کنیم برای فایده سلامتی خداوند همه ما و شما را شفای کامل عاجل عطا نصیب فرمایه. مشکلی همه ما الله آسان بگردونه و خدا مهربان همه ما هدایت کنه و خیر الله نصیب روزیمون گردونه. سلام علیکم. سلامت باشی از راجون برای گپای بهترینت. این برادران عزیز بیاین انشاءالله در خدمتیم. السلام علیکم. بیاین برادر ما پرسیم چی حال داری برادر جون؟ چخله؟ یکم برای جمعه کس کتابش چخله اوشنش چخله دارم. برادر چی گفتنی؟ برادرای نمی چی درد داره بیاین اینجا مدروی دیگه دردت گم شود. سلامت باشی. داروهای طبابتی برای هر یکی ما و شما: سمیوان برای فربه شدن، روغن سیاه‌دانه، اپیمدیوم نیاپاستا برای پراستاتیت، مینوکسیدیل برای قفز کردن ریش، مسلا خلبی برای درد گرده ها، کپسولای سیاه‌دانه برای تمام دردها و اینچنین مغز برای زیاد کردن علاقه با همسر خود. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. با نرخ‌های دسترس برای شما دستافکه با تمام شهرهای روسیه روان کرده می شود. برای شما سلامتی خوب خواهانیم.